سلام. این یه معبد بوداه که جدیدن دارن میسازن. این شاید قشنگه و معمولا تو ارتفاعات میسازن و خیلی بزرگه، خیلی پرهزینه است. حالا این مسیر روستایی رو هم به شما نشون میدم، ببینید واقعا مسیر روستایی. خیابونای روستا رو نگاه کنید، این خیابون روستاست. اینم معبد، اینم طبق معمول تایلند رانندگی از سمت چپ. روستا خیابونای خلوت، با اینکه خلوت اینقدر تردد نداره ولی جاده هاشو نگاه کنید. اینا دست اندازاشه، مثلا که داری میرسی به سرا با ساعت کم. اون معبد اون بالا، ببینین واقعا چه منظره، چه سرسبزی. از نعمت بارون زیاد و گرماست دیگه. همه جا پر از داروها، همش جنگلیه، جنگلی که باغ، همه درختای میوه. حدوداً وسط روستا حساب میشه دیگه، مرکزیتش. تا ویدیوی دیگه.